و شنونده های گرامی، راغبان ادبیات، با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل. گفتار پنجم. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پرافتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پرافتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. نمونه ادبیات تاجیک اثری است که با نشر آن استاد عینی ادبیات تاجیک را به عالمیان معرفی نمود. این اثر در تأسیس یابی جمهوری تاجیکستان نقش نمایان داشت و امروز هم اهمیت تاریخی خود را حفظ کرده است. ادیب صابری ترمیزی سال 546 به روایت دولت شاهی اصلش از بخاراست. اسمش شهاب الدین است، از آتشکده. چون غریبان شدم به سوی وثاق، بر وصال اختیار کرده فراق. دلم اندر هزاهز هجران، روحم اندر کشاکش احراق. چون فرو شد به غرب چشمه روز، گفتی اخلاص را بخورد فراق. باید به جایی بخورد بخواند باشد. اختران چون چراغ‌های منیر، سرنگون در یک کبود رواق. کوکبی روشن و شبی تاریک، هر دم افتاده چون نکاح و طلاق. آمدان دلربای نیکو روز، آمدان سرو قد سیمین ساق. چشمش از نم چو ابری وقتی بهار، تنش از غم چو ماهی گاهی محاق. بگره کرده گیسوانی بخم، پرگره کرده ابروانی بطاق. گفت کی حسرتی همه دلها، گفت کی غیرتی همه عشاق. بی تو بر من همین گشت شراب، بی تو بر من جهیم گشت وثاق. عاشقان را چنین بود بیعت، دوستان را چنین بود میثاق. چند از این دردهای بی درمان، چند از این زهرهای بی تریاق. گفتم ای جان به وصل تو محتاج،
گفتم ای دل بروی تو مشتاق، روی توست از عجایب قدرت، وصل توست از نفایس آفاق. قدری مردم سفر پدید کند، خانه خویش مرد را بند است. تا به سنگ اندرون بود گوهر، کس چی داند که قیمتش چند است. از نمونه ادبیات ایران. ای زلف یاری من زریحی یا زریحگری، یا پیش تیری غمزه جانان زریح بری. نشنیدم که هیچ زریح زهره پرورد، بر روی آن صنم زریح زهره پروری. هاروت خوانمت منو داوود گویمت، تا دیدمت که زهره پرست و زریحگری. بر گل نهاده توده شمشاد و سنبولی، بر مه فکنده سایه چوگان و چنبری. در خرمی چو سایه طوبا و سدره‌ای، واندر جواری چشمه حیوان و کوثری. مجمر همه نباید تو اودنکهتی، آتش همه نسوزد تو مشک پیکری. گاه از رخانش صاحبی یاقوت و لؤلؤی، گاه از لبانش حافظی مرجان و شکری. در ظلمتی و چشمه حیوان کنی طلب، زلفی تو یا شبی خیزیری یا سکندری. بالین و بستری تو ز نسرین و سوسن است، بس چین و تاب زینتی بالین و بستری. باغی مگر که معدنی نسرین و سوسنی، چرخی مگر که جایگهی ماه و اختری. منزلگهی تو با کفی موسی برابر است، گر تو بگونه با دلی فرعون همسری. گر قول فیلسوف نی چون مسلسلی، ور خلق صدر شرق نی چون معطری.
شبی آدینه و من مست و خراب، عاشقی در سر و در دست شراب. مرا شنبه و آدینه یکیست، که چنین دیدم از عشق ثواب. می خورم سرخ تر از چشم خروس، در شبی تیره تر از پر خراب. کرد بر دیده من خواب حرام، عشق آن نرگسی مستی پرخواب. هیچ تهدیدی عذابم مکنید، که مرا عشق پسند است و عذاب. نتوان خورد غمی کاری جهان، که جهان سایه ابر است و سراب. جور از این برکشیده ایوان است، که در او مشتری و کیوان است. گرچه گه سعد و گاه نحس دهد، ورچه گه رزق و گاه حرمان است. زو چه نالی که چون تو مجبور است، زو چه گویی که چون تو حیران است. نایب پرده های اسرار است، پرده رازهای پنهان است. دور او هرچی کرد و هرچی کند، کرده کردگاری کیهان است. نظر بر روایت دولت شاهی، ادیب صابر را عادسیز ابن محمد خوارزمشاه به جنایت سیاسی در دریای جیهون آمو در آب غرق کرده کشته است در سال 546 هجری. منشور یارلوقی امیر آبی بخارا در عهد خوارزمشاهیان عصر 6 هجری از مجموعه ترکستانی برتولد، محررش معلوم نیست. چون انتظام اسباب معاش و احوال انتعاش کافه خلایق را در احیای سنن امارات و اقامت رسوم زراعات است و این معنی میسر نگردد جز به آن که خدای عز و جل آن را سبب حیات آدمیان و بقای عالمیان گردانیده است، چنان که در قرآن قدیم و فرقان عظیم می فرماید: و جعلنا من الماء كل شیء حی افلا یؤمنون. و اگر کار آب به وقت مهمات امارات و مصالح زراعات فرو گذاشتند، در میان ایشان تخاصم و تنازع به صفقه دیما ریختن خونهای رعایا کنند. و امیر نجم الدین ادام الله سعادته بندزاده دولت ما ثبت الله قواعد هاست و پیوسته اخلاق و شمایل او از متاعین معایب بیرون بوده است
و به محامید و مرازی مجلس ما مقرون. به حکم این خصایص امیر آب ولایت که از امتهای این اشغال است و به همه اوقات متأمل احوال و متحمل افعال این امانت امرای بزرگ بوده اند، او را فرمودیم چنان سازد که همه روز آب به رعایا روانتر باشد و اطراف و اکناف ولایت آبادانتر و دخل و منافع مسلمانان فراوانتر. سبیل کافه ارباب و اصحاب اقطاعات ولایت بخارا از ترک و تاجیک و قوی و ضعیف و رفیع و وضیع ادام الله حیاتهم آن است که بر تمیگین او توقیر فرمایند و او را امیر آب ولایت دانند و رسومی که امیران آب بخارا را معهود و معتاد بوده است به تمام و کمال بدو رساند. نظامی عروضی سمرقندی شاگرد امیر مویزی است. تاریخ امیر مویزی در بالا ثبت یافت. از آتشکده دلی دارم که در فرمان من نیست، تو پنداری که آن دل زان من نیست. مرا مادر دعا کرده است گویی که از تو دور بادا آنچه جویی. نگارا تو گلی سرخی و من زرد، تو از شادی شکفتی و من از درد. بیا آن سرخ گل بر زرد گل نه، که در باغ آن دو گل با یکدیگر به. اگر خوبیت یک یک بر شمارم، سرآید در شمردن روزگارم. همه مهر زنا دیدن بکاهد، اگر دیدن نبیند دل نخواهد. از 4 مقاله نظامی عروضی از نمونه ادبیات ایران.
بس این کتاب مشتمل است بر 4 مقاله. مقاله اول در ماهیت علم دبیری در کیفیت دبیر کامل. مقاله دوم در ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر. مقاله سوم در ماهیت علم نجوم و غزارات منجین، غزارات فریبخوری. مقاله چهارم در ماهیت علم طب و هدایت طبیب و کیفیت او. اما دبیری صناعت است که مشتمل بر قیاسات خطابی و بلاغی بود، منتفع بر مخاطباتی که در مردم است، بر سبیل محاورت و مشاورت و مخاصمت و مدح و ذم و حیله و اغراء و استعطاف و بزرگ گردانیدن اعمال خرد و خرد گردانیدن اشغال بزرگ و ساختن وجوه و عذر و عتاب و ظاهر کردن ترتیب و نظام در واقع تا بر وجه اولا و اخرى ادا کرده آید. پس دبیر باید که کریم الاصل و شریف الارز، دقیق النظر، عمیق الفکر، ثابت الرای باشد و از آداب و ثمرات آن قسم اوفر و حظ اکبر به او رسیده باشد و از قیاسات منطقی دور و بیگانه نبود و مراتب ابنای زمانش شناسد و مقادیر اهل روزگار داند. حکیم قطران ابن منصور ترمیزی استاد انوری است. بر این حساب از شعرای عهد 6 هجری به شمار می رود. از تذکیره دولت شاه سمرقندی. ذو قافیتین. چون به طرف جوی بنموده گلی خودروی روی، جایی با معشوق می خوردن کناری جوی جوی. برده از مرجان بگونه لاله نعمان سبق، برده از مطرب بدستان بلبلی خوشگوی گوی. از نسیمی سنبل و گل گشت چون قرقیز باغ، وز دمی زلفی بتی من گشت چون مشکوی کوی. چشم من چون چشمه آموی گشت از هجر او، تن به خون در چون میان چشمه آموی موی. کوژ گردد بر سپهر عشق او هر ماه ماه، خون دل هر شب کند زین چشم من بی راه راه.
اشرفی معین الدین سمرقندی، وفاتش سال 559 از آتشکده. چو آید به سوی حمل آفتاب، جهان را شود تازه عهدی شباب. صبا بی خردوار در بوستان، ز رخسار او در رباید نقاب. خوش آید در آن وقت کردن صبوح، بیاید در این فصل بودن خراب. نگاری نشان پیش خود کز طرب، بگیرد صراحی و ریزد شراب. نه چون لعل او می بود در قدح، نه چون روی او گل بود در حجاب. به گیسو بنفشه، به قد نارون، به خنده گلستان، به رخ آفتاب. توانم رسیدن به این آرزو، ولیکن به اقبالی مالک رقاب. چنان خواهم که تا من زنده باشم، تو سلطان باشی و من بنده باشم. بزن آب بر این دل، ورنه بینی که آتش در جهان افکنده باشم. آن مرحمت که کرده به من چشم کافرت، آزاری 100,000 مسلمان دیگر است. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори панҷумро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.